الان میخوام خیلی مفید و مختصر بهتون آموزش بدم چطوری از این آمپلیفایرهای لمسی دیواری واردات خودمون استفاده کنیم. محتویات داخل جعبه یه دستگاه خود آمپلیفایر بخش نیفته و پیچاش، پیچ گوشی، اوتیجی برای اتصال به فلش و اینم که جعبه داخل دیوار و یک کنترلش هم خیلی با کیفیت از راه دور قبول میکنه. این پشت دستگاه هستش، دو تا ترمینال اینجا هستش، یه ترمینال برای اتصال به اسپیکرهای سقفی و یه ترمینال هم برای اتصال به تلویزیون و رادیو. این ترمینال اسپیکرهای سمت چپ با علامت L و اسپیکرهای سمت راست با علامت R نمایش داده شدن. مثبت و منفی برای اسپیکرهای سقفی مهمه که رعایت بشه. یه ترمینال هم این پشت هست برای اتصال به برق که مثبت و منفی در اتصال برق اهمیتی نداره و خوبی این دستگاه اینه که ورودی برقش 220 ولت، بقیه دستگاه ورودی برق 24 یا 12 ولت دارن که نیاز به یه آداپتور جداگونه داره. داخل دستگاه دو تا پیچ و یه قاب مشکی داره که این قاب مشکی رو میذارین رو قاب پلاستیکی و با پیچ گوشی که داخل خود کارتون دستگاه هست پیچاشو صفر میکنه. بعد از اینکه پیچ ها رو بستیم دستگاه رو میذارین روی قاب و پین هاشو قرار میدیم و جا میزنیم به همین راحتی. یه پیچ هم اینجا داره که با بستن این پیچ این قاب کاملا محکم میشه.